بسم الله و صلاة و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه، ثم ما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی شد بینندگان گرامی، از کتاب باغ نکوکاران صحبت نکردیم. امروز موضوع بسیار عجیب است. موضوع اندیشه کردن و تفکر کردن در آفرینش آسمان ها و زمین. روز ابوذر رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم میپرسند که یا رسول الله، بزرگترین آیتی که بر شما نازل شده است کدام آیت است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند آیت الکرسی است. الله لا اله الا هو الحی القیوم. همین آیت را تلاوت میکنند و در آخر آیت، چنانه که ما و شما این آیت را حفظ میدانیم و پس از انجام هر یک نماز تلاوت میکنیم، در آخر آیت آمده است که وسع کرسیه السماوات والارض. از نام خود آیت هم معلوم است آیت الکرسی. کرسی یعنی کرسی عرش رحمان، کرسی عرش پروردگار. الله در آخر آیت میگوید وسع کرسیه السماوات والارض. بسیار پهناور است کرسی الله، وسیع است کرسی عرش الله از آسمان ها و زمین. و پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابوذر میگویند آیا میدونی آسمان ها و زمین در نزد کرسی الله چگونه هستند؟ زمین و آسمان ها را و تمام موجودات را پیامبر صلی الله علیه و سلم به مانند یک حلقه تشبیه دادند، گفتند که حلقه فی ارض فلاتین یا بی ارض فلاتین، مانند یک حلقه، مانند یک انگشتری است در یک بیابان. تصور کنید شما در یک بیابان، در یک صحرای بزرگ یک حلقه را گم میکنید. حجم زمین و تمام آسمان ها و موجودات و کائنات در نزد کرسی عرش الله. اکنون تصور کنید عرش الله چگونه است. و بنابراین الله سبحانه و تعالی میفرماید ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. البته در آفرینش آسمان ها و زمین و در گوناگونی شب و روز نشانه های آشکار است برای خردمندان، لأولی الالباب، برای صاحبان عقل، کسی که تفکر میکنند، اندیشه میکنند. بیایید با زبان استرونومی کمتر در بزرگی این کائناتی که ما و شما در این هستی زندگی میکنیم، زندگی بسر میبریم، یک تفکر کنیم، اندیشه کنیم. زمینی که ما و شما در آن زندگی میکنیم، در نزد آفتابی که هست، حجم زمین نسبت آفتاب ما و شما از زمین 130,000 مراتب کلانتر از حجمش. اکنون تصور کنید زمین ما و شما چقدر است. اکنون بیایید آفتابی که 130,000 مراتب از زمین کلانتر است، باز یک سیاره دیگر است، باز یک ستاره دیگر است که به نام بیت الجوزا، که از آفتاب ما و شما 100 میلیون مراتب کلانتر است. اکنون زمین را در نزد بیت الجوزا تصور کنید و اکنون حجم ما و شما را، حجم انسان را که عبارت از 160 180 سانتی متر عبارت است، حتی 2 متر هم باشد، تصور کنید در نزد این بزرگی زمین، سیاره زمین، و در نزد بزرگی آفتاب و در نزد بزرگی بیت الجوزا. اکنون تصور کنید که چقدر این فضای ما و شما بزرگ است. این آسمانی که الله سبحانه و تعالی آفریده است چقدر بزرگ است. و مانند بیت الجوزا و آفتاب و این سیاره ما و شما میلیارد ها است که میلیارد ستاره ها جمع شده گالاکتیکا را تشکیل میدهند و در این فضا
زیاده از 500 میلیارد گالاکتیکا موجود است. اکنون همه این را تصور کنه. برای همین ابو درداء رضی الله عنه میگویند تفکر ساعه خیر من قیام لیله. یک لحظه اندیشه کردن، یک لحظه تفکر کردن در مخلوقات و بزرگی آفرینش الله بهتر است از عبادت یک شب. اکنون بیایید چنانه که الله سبحانه و تعالی میفرماید و فی انفسکم افلا تبصرون، بر خودتان نگاه کنه. یک بار میگوید الله سبحانه و تعالی در جسم انسان تفکر کنه. یکی از دوستان ما الله شفاشان دهد، گردهشون از کار مانده است. گرده. آیا میدونید وظیفه گرده های ما و شما چی است؟ در یک گرده ای که عبارت از یک پارچه است، یک حجم معده است، میلیون نفرون وجود دارد و همین گرده ما و شما در یک شبانه روز از 150 تا 200 لیتر خون را تازه میکند. هر یک چرکینی ها و هر یک میکروب ها و هر یک افلاسی هایی که در خون ما و شما موجود است و پیدا می شود، آن را تازه کرده خون ما و شما را و اعضای ما و شما را سالم نگاه می دارد و هر یک همون چرک ها و افلاسی هایی که هست با طریق پیشاب از بدن ما و شما اخراج می کند. تصور کنید اگر یک گرده ما و شما وظیفه خود را اجرا نکند، مخصوص یک اسباب هست که آن را گیمودیالیز میگویند و در مدت یک هفته 3 مرتبه انسان باید در زیر آن اپارات بخوابد و گرده های او را و خون های انسان را این اپارات تازه میکند، وظیفه آن را اجرا میکند و به مقابل $100 یعنی در یک هفته $300 انسان باید در زیر این اپارات خواب کند و خون خود را تازه کند. تصور کنید الله سبحانه و تعالی این نعمت بزرگ را برای ما و شما مفت و بیمزد داده مانده است، عطا نموده است. تنها یک اعضایی که ما و شما داریم، چقدر اعضاها داریم ما و شما؟ چشمی که الله سبحانه و تعالی داده است، زبانی که ما و شما با آن سخن میکنیم، گوشی که با آن میشنویم. یک قصه شنیده بودم که یکی از مسافران سفر میکند و وقت فرودگاه میفراید سخن کرده نمیتواند و اشاره میکند که برایش آب بیارند. برایش آب میبیارند و یک تبلتکه رو گرفته می نوشد، سپس بعد چند مدت سخن میکند. وقتی از سبب میپرسند میگوید آب دهان من پره تماما قاق میشود میگوید و وقتی که من سخن کردنی میخواهم، حرف زدنی میخواهم، باید همین تبلتکه رو بنوشم تا اینکه آب دهان من پیدا شود و من طبیعی با شما سخن کنم، حرف بزنم و مبلغ هر یک تبلتکه $50 است که به همون من سخن کرده نمیتونم. تصور کنید چقدر این اعضاهای ما و شما الله سبحانه و تعالی هر یک عضو ما و شما مانند یک فابریکه یا مانند یک زواد منظم به انتظام کار میکنند که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما آفریده است بیمزد. الله سبحانه و تعالی برای ما و شما عطا نموده است. آیا این کائنات بزرگ و که از آن سخن کردیم و آیا این جسمی که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما آفریده است و عطا نموده است سازنده ندارد؟ البته بله. الله سبحانه و تعالی همه این کائنات و همه این مخلوقاتی که در این فضا آفریده است و هر یکی ما و شما از میده ترین ذره های میده ترین تا بزرگترین مخلوقات الله سبحانه و تعالی زیر نظارت و زیر تنظیم الله سبحانه و تعالی قرار دارد و برای همین الله سبحانه و تعالی می‌فرماید
لا تأخذه سینة ولا نوم. الله حق سبحانه و تعالی را نه خواب و نه غنبچه نمیگیرد. و الله حق سبحانه و تعالی قیوم السماوات والارض، یکی از صفاتهای الله حق سبحانه و تعالی قیوم است، قائم و دارنده زمین و آسمان هاست. الله حق سبحانه و تعالی ما را از بندگان گرداند که همیشه در مخلوقات الله سبحانه و تعالی و در آفرینش الله سبحانه و تعالی اندیشیدن و از آن عبرت گرفتن و از صاحبان عقلها و خردمندان بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.